جنگ جالب رجارایش با خزال عنایت در استرالیا. سفر باور نکردنی رجارایش از پاکستان با استرالیا و اسادت خزال عنایت. رابطه میان خزال عنایت و رجارایش چی بوده است؟ رجارایش چرا بعد از مدت‌ها رازهای بزرگ خودش و خزال عنایت را فاش کرده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را بزنید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. خزال عنایت هنرمند خوش صدای افغانستان، یکی از هنرمندانی که همیشه در رسادت و رقابت با هنرمندان دیگر بوده است و خواسته از هنرمندان دیگر افغانستان یک گام جلوتر باشد، ولی هرگز این چنین نشده است. ولی خزال عنایت هم رقیبان و طرفداران هنری خاص خودش را داشته است. خزال عنایت با رجارایش در افغانستان ازدواج کرده بود. خزال عنایت بعد از رفتنش به کشور کانادا از رجارایش جدا شد و رجارایش در افغانستان ماند و خزال عنایت در کشور کانادا ازدواج دیگری انجام نداد. بعد از تحولات رژیمی در افغانستان رجارایش به کشور پاکستان رفت و از آنجا اکنون به کشور استرالیا رفته است. جدیداً گفت و مگوهایی در صفحات مجازی درس کرده است که خزال عنایت در استرالیا با رجارایش درگیری فیزیکی انجام داده است و رجارایش تمامی تصاویر شخصیشان را در صفحات مجازی نشر کرده است. رجارایش در برنامه‌ای که به مناسبت روز عاشق‌ها با یلدا علی در استرالیا ثبت شده بود ابراز نظر کرده است که من تا زنده هستم دیگر ازدواج نخواهم کرد، چون که عشق یک نفره در دل من است. ولی خزال عنایت تاکنون ابراز نظر درباره گفته‌های جدید رجارایش نداشته است. ولی من آرزوی موفقیت، سعادت، کامیابی او برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت الهی خواهانم. دوستان و همراهان عزیزم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران خزال عنایت و رجارایش به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار کنید. صحت و سلامتی برای هر یک از شما نازنینان. از بارگاه عزت الهی خواهانم تا درود دیگر همتان را به علای من سپرده. موفق و کامگار باشید.